گرفتن چاقو زیر گلو گلوی حریف. چاقو وسیله برنده است، یعنی اشتباه ما باعث میشه اتفاق تلخی برام بیفته. حتما نباید ریسک کنید، باید تکنیک رو به نحو احسن انجام بدید. برای تکنیک زدن وقتی که گلو چاقو میاد زیر گلو، اولین کاری که ما میکنیم باید سر و گردن از این چاقو فاصله بگیریم، دور بشه که این وقت خدا نگهدار ما تو اجرای تکنیکمون دچار آسیب نشیم. و یک نکته مهم، موقعی که من میخوام تکنیک بزنم باید انتهای مش حریف رو بگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه من انتهای مش حریف رو نگیرم سرمو میگیرم عقب، حریف باز دستش میاد. ولی من وقتی انتهای مش حریف رو میگیرم، وقتی میام عقب دیگه اجازه نمیدم حریف مچش به چرخ طرف من. پس من مواظبم. تو حالت گارد وای میستم. اگر چاقو اومد زیر گلوی من، حالت تسلیم باعث میشه که حریف یه خورده اون عصبانیتش پوچش کنه. من آقا تسلیم شدم. هر شما میخواید من در اختیار شما قرار بدم. حالا تو حالت گارد وای میستم. با علامت خیلی آروم تکنیک رو اجرا میکنم. انتهای مشارکت رو میگیرم، سر میاد عقب، همزمان که سر میاد عقب دست رو باهاش میارم و این پا حالت جابجایی داره بچه‌ها. بیان اینجا. حالا اینجا نکته اینجاست، من اینو کامل نمیچرخونمش که این حالت رو برم پایین. نره پایین. نگاه دو نکته داره. نکته اول اگه نره پایین نمیتونه بردارمش پایین. نکته دوم چاقو زیر گلوی منه. من چیکار کنم؟ اینجا که اومد انتهای مشارکت این دومت من دیگه نمی‌چرخونم. تیره دست رو واسه می‌گیرم. چاقو از من دور باشه، نزدیک در من نباشه. بعد اون تیره فشار میارم و پام یه خورده باز میشه، دیگه حریفمو قفلش می‌کنم. این فشار زیادش من می‌تونم فشارهای زیادی بیارم. بشینم فشار حریفو بیشتر کنم و حین فشار چاقو رو از دستش خارج می‌کنم. اگر توی مسابقات بالای سرش می‌ذارید، اگر خدا نکرده خارج از مسابقات اگه اتفاقی بشه میافتاد، دیگه چاقو رو ازش گرفتم، آسیب زدم به حریف و تکنیکای